باورم نمیشه با ماشین مازراتی این کارو کرد. بچه اصلا خیلی دلم گرفت سر این داستان. پسر گلو ببینید هم داره چک میکنه به ماشین جلوی نخورده باشه. این مازراتی رو که دید تقریبا یه 10 دقیقه از دور بهش زل زد. الان هم با احتیاط نزدیک شده، خیلی هم جرئت نمیکنه ماشین دست بزنه، داره لوگوش رو از نزدیک لمس میکنه. داشتم به این فکر میکردم احتمالاً روزهای بسیار زیادی رفته اطلاعات این ماشین رو خونده، توی بازی‌های کامپیوتری سوارش شده، عکسش رو دانلود کرده گذاشته بک‌گراند گوشیش، اما الان داره به این فکر میکنه که شاید هیچ وقت نتونه با شرایطی که داره این ماشین رو بخره و این حسرتیه که خیلی از ماها داریم، حالا هر کدوم ما توی یک مسئله‌ای، و امیدوارم زندگی برای ما جوری بچرخه که دیگه فقط حسرت یه چیزی رو نکشیم و بتونیم واقعا از داشتنش لذت ببریم. نمیشه. الهی دلم کباب شد. دستشو مالید به لوگو، مالید به صورت و لباسش، یه ماچم روی کاپوت و خداحافظ. ای دریغا هدفمونو کردید آرزوامونم کردید رویا. خیلی دوستش دارم به شدت، ولی خب هر چقدر میدونیم رو ترد میلیم دیگه، همه همین شکلی، نه فقط من. دیگه دارید با همون یه کاری میکنید که دیگه اصلا به چی فکر نکنیم. در لحظه هم که دیگه نمیشه زندگی کرد، هزینه‌هاش زیاده. خدا لعنتتون کنه. همین.